سلام، خوش اومدی. اسمتو بگو. سلام جناب، من یوسف قره‌تپهله می باشم. خب، وظیفه تو دیدبانی دادنه. هر کی اومد باید خبر بدی بهمون. بلدی باید چی کار کنی؟ نه بلد نیستم زیاد. اگه ممکنه جناب به من توضیح بدین ممنون. ببین، این ماشین رو میبینی اونور؟ خب، این الان نمیگه همرزمات پیاده شدن، به این میگن نفر بر. اگه روبرو یه همچین چیزی شبیه این دیدی، با بیسیم سریع به من اطلاع میدی. فهمیدی؟ بله جناب، مفهوم شدم. خب پس من میرم، چیزی شد بهم اطلاع بده. از برج دیدبانه به فرماندهی، از برج دیدبانه به فرماندهی. فرماندهی جواب بده. فرماندهی. بله، چی دیدی؟ زود باش بگو ببینم. فرمانده، از اون نفر برای که گفتی نه، یه دونش راست کرده داره میاد سمت ما. وای، خاک بر سر خرت کنم کته کله، اون تانکه. نفهم.